در مسئله نرخ و نوع خرید و فروش محصولات یک چند سوال است. یک سوال است خلاصه، چون که در ایران چیز هم هست که مثلا نرخ خطا میمونه، نرخ چی میمونه. خب در فدراسیون روسیه در اروپا حاضر این حال، یعنی که نرخ‌هایی که به 9 تمام میشود 99 میمونن، 100 نمیمونن، 99 میمونن، خیلی زیاد شدگی است. خب در مگزین های ما هم در تاجیکستان مثال در روسیه همین چیز هست. خلاصه این درست هست یا کی نیست؟ چون که یه خیلی میگن که شما مون 100 نمیمونید و 99 میمونید، یعنی فکری مردم هم فریب میتیه، نکنید همین کارا. ما انمون 99 که مونیم هم مثلا 1 روبل برگردونده میتیم، مثلا فریب نمیتیم. در این مسئله چی میگید شما؟ در نرخ گذاری شریعت یگان حدی محدود نگذاشته است. ولی بعضی آدم وقتی که می‌گفتیم تو جوره ما هستی یا جوره خیرس، مقصد آخر ما یا وقتی که درباره پسریدنیک ها گپ زدیم، بعضی برادرها گفتن که یگان پسریدنیک همین دوملا یگان چی دودگی نعوذ بالله. من یگان پسریدنیک ها ندیدیم رسیه و همچون مهمون حال نرفتیم به این قریبی ها. رفته باشم من به نزد پسریدنیک ها رفتگی نیستم. یگان مالی پسریدنیک هم نخوردیم. به فایده پسریدنیک گپ میزنیم. اون چیزی که شریعت نخواد، اگر آزم من فایده پسریدنیک آدم است. چند پول کتی کار میکنه. یگان حکومت، یگان سیاست اگر گوید که ضد شریعت گپ میزنی، گوید وای بر حال این خیلی آدم علم دار. نخواد یا پسریدنیک بشوده آدم شریعت تغییر تیاد. شما فکرتون سرتون هست، مقصد عقل کار فرمایید. نخواد پسریدنیک اگر به یک آدم علمدار پول تیاد، اکن پسریدنیکی حرام باشد حلال گوید. مثلا یگان آدم خوکبان در دنیا خوک میپاید، بسیار تاجری کلام میلیاردری خوکپایی رقمی را که دنیا هست، همه آدم به یگان مفتی، یگان پولدار، به یگان علمدار اگر پول تیاد، بعد اون برآمده خوک حلال میگد. از الله تعالی ترسید کمتر. یعنی فتوا خیلی چیزی نه که به پول گرفته فتوا تید، نعوذ بالله. خلاصه برادرای عزیز، وقتی که ما گفتیم که شریعت برای نرخ حد و حدود نگذاشته است، ما طرفداری فروشنده ها، صاحب کارا نیستیم که اکن چقدر خواهیم ما. نه آخه شریعت چی نگفته است. وقتی که مردم آمدن و پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت کردن که یا رسول نرخ ها قیمت شده است، بروید نرخ های مردم ارزان کنید. یعنی همین کتاب یک آدم به $10 خریده آمده است، $11 فروخت شده است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله حق $9 فروش گفتن دارن. به $11 فروخته است یا به $12 فروخته شده است، به $11 فروش گفته مجبور کردن حق ندارند، برای اون که خودشون گفتن که نه. گفتن من میخواهم که الله تعالی واخورم در چنان حالتی واخورم که یگان آدم بر بالای من دعوا کردن نتواند. حق من خوردی، حق من پایمال کردی، گفته دعوا کردن نتواند. ان الله هو المسعر، نرخ گذارنده الله هست. من به نرخی بازار دخالت نمی کنم. و وقتی که یک صحابه یک گوسفند به نصف دینار خرید و به $1 فروخت، یعنی 100% بالاش بماند، به $1 2 گوسفند خرید. بعد یک تشه به $1 فروخت، یعنی گوسفندی که به نیم دینار خریده بود به $1 فروخت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از همین کارش با خبر کرد، بارک الله فیک، گفتن الله به تجارتت به کسب و کارت برکت دهد. گفتن کان اذا باع ترابا لربح، اگر همین صحابه خاک فروشدن فایده میکرد به سبب دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نرخ گذاریش اقرار کرد. حالا ما مثال بود چیزایی که به 10% میموندیم به بالاش، 100 سوم ما میخرید 110 میفروشید. هست چیزایی که مانند قیماق و خریدارش بسیار است و تیز میفروشه و حتی فایزش بسیار کم است. حتی بعضی چیزای بعضی سوداگرها تعلیم میداد که مثلا شکر، چیزایی که دائمی مردم میخرن، فایز نمون، فایده نمون، هم نرخی خودش فروش. تا اینکه همه آدم برای شکر شده میبیاد و
دیگر چیزت هم خریده میبرد. یا ارسیکالا بود اون وقت، ارسیکالا فایده نمان میگفتن اگر خواهی که کلینت جمع کنی. برای چی؟ ارسیکالا چی نمان، لیکن شامپون به 20% مون. همین خیلی، یعنی که این قاعده های تجارت است. یعنی آدمی فروشنده حق دارد به یک چیز فایده نماند، به یک چیز 20% ماند، به یک چیز 100% ماند. شریعت حدی محدود نگذاشته است که مردم یک چیز 100 سوم بخرید می فقط 1% در بالاش مانید. گفتگی گپ نیست، نه در قرآن نه در حدیث. بله ترغیب کرده میشد، پیامبر صلی الله علیه و ترغیب کرده رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. الله رحم کنه اون مرد که راکی اون آدمی که وقتی میفروشد ارزان تر میفروشد. نرخش مثال 20 سوم است به 15 سوم به 10 سوم میتید. الله رحم کنه. یا الله رحم کنه اون خریدار راکی زیادتر میتید. دید که همین بیچاره کشنیچ و کراب فروخته شده است، همین سبزوات و کبوتی فروخته شده است، همین همشه جمع کنید $100 نمیشه. بیچاره هم 1 سوم به 3 بنچه علف، 1 سوم به 5 بنچه علف، با همون آمده 6 بنچه کن 7 بنچه کن نگویدو. به جای اینکه 1 سوم داده 3 بنچه گرید 2 سوم تید آخر. در این حالت شما به رحمت الله شما پولدار هستید. مثلا بدید که این آدم چیزای ارزان فروخته ایستاده است، زندگیش اول همین باید ارزان نکنید، یعنی چیز زیادتر تید. شما فروشنده هستید، یه آدمی کم بغل آمد بیچاره ارزانش جستجو دارد، حساب کرده میخرد، زیاد که تید آخر. رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. الله مهربانی کند بر آن آدمی که وقتی که میخرد زیادتر پول میتید، میفروشد زیادتر بار میتید. برعکس مطففین، آنهایی که فروشن کم کرده میدادن و جای 1 کیلو 900 گرم میتین، خرانگر زیاد کرده میگیرن. این خیلی نشوید. همین آدم برادر خواهری شما هست، یا چی از شما بهره برد مادامی که شرایط داره. ترغیب کرده از شریعت به ارزان کردن، به مهربانی کردن ترغیب کرده. شما نان فروختید، یک آدم آمده مثلا 1 دانه نان میخرد، یا پولای تنگه شمرده ایستاده است بیچاره، پولش نیست، دهید 1 تا 2 تا نان یا بی پول تید، ثواب میگیرید. لیکن شریعت حد و محدود نگذاشته است که از فلان پول بخریدی و بالاش فقط حقی فلان پول ماندن داری خلاص. بنابراین یک آدم اگر 10 سوم به یک چیز خرد میتوند 11 سوم و 999 درهم نویسیده میگه که پی نداره. لیکن آدمی که خریدار فکر کند که این 11 999 نه این 12 همون ذهنش به همین آماده کنه.